آقای مهدی آقاوری داور شهریار تهران به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز میشه. کامران قاسم 0-0 برابر هستن. برای اقدام میکنه کامران تا رو خودش به هم میخوره. نمیتونه از دست بند. برای اقدام میکنه حسن یزدانی یا زیرجو حسن یزدانی بعد کار کشد میره که خارج کنه خاک میکنه. دو امتیاز کشور 3 بر خودشو و موفق میشه از اون یک بار دیگه با هم میبینه مرکز و هنرنمایی حسن دلاور رو. تشکر میکنیم از کارگردان دیگر رقبای خودش تا این لحظه از حسن یزدانی بگیره. ببین به این شکل دست زیر کتف، دست چپ زیر کتف راست و پای علی بقدر کشد خارج میکنه و موفق میشه. باز هم دست چاق برای دیگه میکنه یه جوری خم از کامران خاک میکنه. کامران او همه هنرمنده توانمنده. حالا به دنبال اجرای فن گیره یک بار دیگه تا دو رو به هم میزنه. پاور تو خارج میکنه. یک امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش. یک امتیاز دیگه میگیره و کوبنده است. دستوری کت و سعی میکنه یک بار دیگه پا رو خارج کنه و توانمند میاد. خوشحالا 6 بر 2 میکنه که برای دیگه اقدام میکنه. یا زیرگیری پای رو خارج میکنه. یک امتیاز میگیره. کامران قاسم پور هم خدمتتون از 8 ثانیه تمام میشه. باور کنید تماشاگران مشتاق خسته نباشید. دو پهلوان سرمایه های کشتی ما از شبکه ورزش من خداحافظی میکنم. فرصت در اختیار دوست همکارم عزیزم جناب آقای یدالله اعتصامی قرار گفتگو دارم با آقای غلامرضا محمدی.